سلام و صد سلام به همه شما. بازم ماييم و شما و تحلیلهای موشکافانه. آقا بازم عظمای فلک زده گل لگد کرد. منظورم اینه که بازم رفت بالای منبر و یه روضه مفتضحانه دیگه به کلکسیون حرفهای فضاحت بارش اضافه کرد. ملاحظه بفرمایید. دیروز پریروز سخنگویان آمریکایی اعلام کردند که مخالفت ایران با سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا که اونا بهش میگن خاور میانه، این موجب میشود که ما ایران رو تحریم کنیم مثلا یا با ایران مقابله کنیم. این وضعیت جاهلیت است. این جاهلیت امروز وجود دارد. این همه رزمایش کردی که ته خط بگی جاهلیت هست؟ به پای هو نه چای با این قاطعیت. برای اینکه سابقه داستانو بدونین، پاسدار سلامی هفته پیش قیفی اومده بود که ما هر وقت اراده کنیم تنگه رو میبندیم و علم میکنیم و بل میکنیم. اما تا آمریکا چشخوره رفت همه دوباره جا زدن. تازه بقیهشو گوش کنین. جمهوری اسلامی از آغاز کار هیچ جنگی را شروع نکرده است. هیچ حرکت نظامی علیه هیچ کشوری انجام نداده است. ترجمهش این میشه که آقا حالا ما یه غلطی کردیم، شما چرا جدی گرفتین؟ یعنی تا دید سخنگوی وزارت خارجه صحبت تحریما و این حرفا رو کرد، زد دنده عقب و به ذلیلانه ترین شکل ممکن بلدرم های قبلی رو پس گرفت. حالا اینو داشته باشید تا بریم سراغ دومین سوتی عظما که از اولی تابلوتره. نهرو در خاطرات خودش میگوید که قبل از آنی که انگلیس ها بر هند تسلط پیدا بکنند، هند یک تمدن پیشرفته داشت نسبت به اون زمان. حتی صنعت پیشرفته داشت، محصولات پیشرفته داشت. انگلیس ها وارد شدند، حاکمیت اون کشور بزرگ و پهناور رو به دست گرفتند، اون رو به عقب برگردوندند. یعنی ته خط دعواش با شیخ فری سر زبون انگلیسی این شد که بیاد و به داغونترین شکل ممکن با رئیس جمهور خودش دهن به دهن بشه و درس تاریخ پس بده. رفقا نتیجه گیری با خودتون. از این ولی فقیه میشه وضعیت کل نظامو فهمید. کار این ولی فقیه از طلسم شکستگی گذشته. یارو با این حرفاش داره میره به سمتی که ماکسیموم نقشی که تو نظام ولایت داشته باشه شلغمه. زد زیاد.